خب بچه‌ها به مثال 21 دقت بکنید. سوال خیلی خیلی جالبیه. میگه بابا پنجعلی و سپهرخان تصمیم گرفتن در بین راه با هم نهار بخورن. بابا پنجعلی 5 قرص نان و سپهرخان 3 قرص نان در سفره گذاشتن. قبل از اینکه لقمه‌ای بخورن مسافری خسته سر راه رسید و او را به سفره خود دعوت کردند. تمام 8 نان خورده شد و مهمان که از جوانمردی آن دو به وجد آمده بود 8 سکه طلا به آنها بخشید تا بین خودشون تقسیم کنند. اما بر سر تقسیم سکه ها اختلاف نظر پیدا کردند. بابا پنجعلی گفت 5 سکه برای من 3 سکه برای تو، ولی سپهرخان گفت هر کدوم 4 سکه. حالا اینجا یه نکته خیلی مهم داره. میگه اگر فرض کنیم هر 3 نفر به یک اندازه نان خورده باشن چه تقسیمی عادلانه است. خیلی جالبه که در نگاه اول شما فکر میکنید که صحبتی که بابا پنجعلی میکنه درسته، یعنی چون 5 تا قرص نان آورده باید 5 تا سکه بگیره و ایشون 3 تا سکه بگیره، در حالی که هر دوتاشون دارن اشتباه میکنن. دقت بکنید. ببینید بچه‌ها کل نانها روی همدیگه میشه چقدر؟ 5 به علاوه 3 مساوی 8 قرص نان میشه. و از اونجایی که 3 نفر هستن 8 تقسیم بر 3 یعنی هر کدومشون 8/3 یه نونو خوردن. حالا از اونجایی که بابا پنجعلی 5 تا قرص نان آورده بود، شما 5 رو منهای 8/3 میکنید برابر با 7/3 میشه. یعنی چی؟ یعنی 7/3 نون بیشتری آورده بود نسبت به چیزی که خورده. و از اونجایی که سپهرخان 3 قرص نان آورده بود، 3 رو منهای 8/3 بکنید میشه 1/3، یعنی 1/3 بیشتر از چیزی که حالا نون آورده بود خورده. و شما اینجا کاملا دارید میبینید که تقسیم عادلانه تقسیمیه که بابا پنجعلی 7 برابر سپهرخان باید سکه دریافت کنه. چرا؟ چون کاملا اینجا مشخصه چه اتفاقی میفته. پس بنابراین جواب گزینه 3 میشه. هر دو اشتباه میکنن چون خودشان هم از نان خوردن. سهم بابا پنجعلی 7 تا سکه و سهم سپهرخان 1 سکه است. سوال خیلی قشنگی بود. جواب گزینه 3 میشه. بریم سراغ مثال بعدی. سوال 22. میگه گسترده 4 هرم در گزینه ها آمده است. میدانیم که یکی از آنها با بقیه متفاوته، اونو مشخص کنید. بچه های نکته بهتون بگم، بحث مربوط به هرم تو سالهای گذشته آزمون تیزهوشان هم اومده بود. چیز عجیبی نیست و قرار هم نیست شما فکر کنید که باید مثلا باز و بسته کردن هرم بلد باشید. نه، همه این شکل‌ها رو به یه شکل ثابت و واحد باید تبدیل بکنید و روی اون سوال حل بکنید. مثلا ببینید من چی کار میکنم؟ من تو تمام شکل‌ها میام یه کاری میکنم که این نقطه رو به عنوان شکل وسط در نظر بگیرم. این نقطه کوچیک، بقیه رو دورش میسازم. مثلا چه جوری؟ گزینه 3 رو نگاه کنید. الان تو گزینه 3 من این وجه رو یه 90 درجه دوران میدم و یه چیزی مثل این میسازم. چون 90 درجه داره دوران پیدا میکنه میشه مثلث رو به پایین، سرش رو به بالاست میشه مثلث رو به پایین. و این دایره هم 90 درجه دوران میدم و میارمش اینجا و میبینید که این دایره هم میاد اینجا قرار میگیره. حالا بقیه بخشایی که نمیخوام رو پاک میکنم چون اینا رو دوران دادم. پس بنابراین توی گزینه 3 من یه چنین شکلی ساختم، همونطور که دارید میبینید. بریم سراغ بقیه گزینه ها. دوباره گزینه 2 اگه همه رو بخوایم دور این دایره کوچیک جمع کنیم، اینو یه 90 درجه شما دوران میدین و بر میدارید میاریدش اینجا، مثلث رو به پایینه. پس بنابراین اینجا تقریبا میشه مثلث رو به بالا. خب و این قسمت هم شما 90 درجه دوران میدی و میاری میذاریش توی این قسمت. اینم میشه چی؟ اینم میشه مثلث رو به پایین. حالا بقیه بخشایی که نمیخواید رو پاک میکنید، دیگه باهاش کاری نداریم. پس بنابراین این پاک میشه و اینم پاک میشه و یه چنین شکلی به شما میده. و همین کار رو برای گزینه شماره 1 انجام میدیم. همه رو دور دایره کوچیکه جمع میکنیم. یه 90 درجه شما اینو دوران میدین تقریبا. البته بیشتره ها، معلومه 180 درجه است. اینو میاری پایین میشه مثلث رو به بالا و اینم همین کارو باهاش انجام میدی. دایره رو میاری توی این قسمت قرار میدی و اونایی که نمیخوای دیگه حذف میکنی. اونایی که باهاشون کاری نداریم اینا حذف میشن. اینا از این. خب یه اتفاق جالب داره میفته بچه‌ها. ببینید ساعتگرد و پاد ساعتگرد بودن توی چنین سوالایی خیلی مهمه. الان نگاه کنید، شما اگر از دایره توپر به صورت ساعتگرد حرکت کنی، بعدش داری مثلث رو به بالا میبینی. از دایره توپر بزرگ اگه به صورت ساعتگرد حرکت کنی، مثلث رو به بالا میبینی و از دایره توپر اگه به صورت ساعتگرد حرکت بکنی، میبینید داری مثلث رو به بالا میبینی. اما
نیایید بگید اینم خب مثل بقیه است، اینم به صورت ساعتگرد حرکت کنیم مثلث رو به بالا میبینیم. نه. چرا؟ چون این مثلث بیسش اصلا خود مثلث رو به پایین داره اشاره میکنه، در حالی که اینا همه رو به بالا. پس اول اینو رو به بالا تنظیم کنید که اگه این کارو بکنید یه چنین مثلثی به شما میده. این دایره کوچیکه میاد اینجا، دایره بزرگه میاد اینجا، اون مثلث رو به پایین چون 180 درجه چرخیده میاد اینجا، مثلث رو به بالا میشه و این مثلث رو به بالایی که این رأس رو به بالاست، این رأس قسمت پایین، اینجا میشه مثلث رو به پایین. حالا زمانی که شما ساعتگرد حرکت میکنی میبینید داره یه مثلث رو به پایین رو بهش اشاره میکنه و این با بقیه اینا متفاوته. پس بنابراین جواب گزینه 4 میشه. سوال خیلی جالبی بود. اما بریم سراغ مثال بعدی. اینم بسیار مثال جالبیه. میگه در پرسش های 23 و 24، بچه‌ها این سوالو دقت کنید، صورت سوال بسیار مهمه اینجا. میگه در پرسش های 23 و 24 هدف تقسیم یه زمین به دو قسمت همشکله. منظور از همشکل بودن دو قسمت این است که بتوان نقشه یکی را با انتقال یا دوران یا تقارن روی یکی دیگه انداخت. ببینید شما همه اینا رو توی ریاضی پایه ششم یاد گرفتید. انتقال چیزیه که نباید ابعاد شکل شما تغییر کنه و نباید دورانی پیدا بکنه، فقط از جایی میاد میره میشینه جای دیگه. همین. دوران کاملا اسمش روشه، یعنی فقط باید بچرخه. تقارن هم که اسمش روشه، یعنی باید قرینه پیدا بکنه. میگه فقط با این حالتها شما میتونید روی دیگری بندازید. هر مربع کوچک در نقشه معادل یک جریب است و عدد نوشته شده در آن تعداد درختان آن بخشه. شما باید بعد از انجام تقسیم درست اختلاف تعداد درختان دو قسمت رو محاسبه کنید و گزینه متناظر رو پیدا کنید. خب بریم ببینیم چی میگه. میگه آقای زارپور میخواهد زمینی 16 جریبی، کل قطعات اینو بشمارید میشه 16 قسمت، به شکل روبرو را بین دو پسرش تقسیم کند. او فهمیده که میتواند 16 قطعه از این زمین را به شکلی بین آن دو تقسیم کند که دو قسمت یک پارچه و همشکل، یعنی فقط با استفاده از انتقال باشن، یعنی دو تا قسمت عین همدیگه باشن، دو تا قسمت مساوی باشن. این تقسیم بندی رو پیدا کنید و مشخص کنید اختلاف تعداد درختان دو قسمت چقدره. بچه‌ها به نظرتون ما چجوری میتونیم دو تا قسمت مساوی توی این شکل بسازیم که فقط حالت انتقال داشته باشه؟ خب یه بررسی که میکنیم میبینیم اگر یه مقداری این خط رو امتداد بدین و به سمت بالا حرکت کنی بیای داخل، ما یه چنین چیزی میتونیم بسازیم که من یکیشو با رنگ قرمز بهتون نشون دادم و یکی دیگر هم با رنگ سبز الان بهتون نشون میدم. ببینید چقدر جالب و چقدر ساده شما دو قسمت عین هم شکل و هم اندازه رو تونستید پیدا کنید و این انتقال دیگه، یعنی این سبز انتقال پیدا میکنه میاد میشینه رو قرمزه. حالا اختلاف درختان دو قسمت چقدره؟ کاری نداره، نمیایم با هم دیگه جمع بکنیم، قسمت‌های مساوی رو خط میزنیم، یه 3 از این ور با یه 3 از این ور، یه 2 از این ور با یه 2 از این ور، بعد 2 تا 1 از این ور با 2 تا 1 از این ور. خیلی راحت میبینید خط میزنیم، یه 4 با یه 4 خط میخوره و این سمت یه عرض کنم خدمتتون که 7 و 2 رم با یه دونه 9 میزنیم، یه 5 و 3 این طرف سمت قرمزا اضافه تر داره، درست؟ البته 5ش هم میشه، این 5 هم خط میزنیم، کلا یه دونه 3 اضافه تر داره. پس بنابراین جواب میشه گزینه 3 به همین راحتی. پس ببینید این مفهوم انتقال بود که این سوال میخواست به شما نشون بده، ولی خب واقعا از خلاقیتت هم داشت استفاده میکرد. سوال خیلی جالبی بود. اما سوال بعدی اینم سوال قشنگیه. میخواهیم زمین این دفعه 14 جریبی یعنی 14 قسمت به شکل روبرو را به دو قسمت یک پارچه و هم شکل تقسیم کنیم. این تقسیم بندی را بیابید و مشخص کنید اختلاف تعداد درختان دو قسمت چقدره. خب ببینید بچه‌ها این دفعه صحبتی از انتقال نکرده، درسته؟ میگه میخواهیم زمینی 14 جریبی به شکل روبرو به دو قسمت یک پارچه و هم شکل تقسیم کنیم که تو صحبتایی که توضیح داد گفت دو قسمت یک پارچه میتونه انتقال باشه، میتونه دوران باشه، میتونه تقارن باشه. خب من اینجا هر چقدر نگاه کنم مدل انتقال نمیتونم پیدا کنم که دو قسمت یک شکل بسازم، اما شاید بتونم مدل دوران پیدا بکنم. بیاید با هم ببینیم میشه پیداش کرد. ببین من اگر از اینجا حرکت کنم بیام داخل و یک چنین حالتی رو اینجا تکمیل بکنم،
به نظر شما اینی که با رنگ سبز الان بهت نشون میدم آیا نمیتونن دوران یافته همدیگه باشن؟ 100% چرا؟ شما قسمت رنگ عرض کنم خدمتتون که سبزتون رو اگر 90 درجه دوران بدی کاملا میتونی روی قرمزه بندازیش و دوباره اینو حاصلش رو به دست میاریم. دوباره یه سری قسمت وجود داره، حالا میتونید اینا رو خط بزنید. اما اگرم این کارو نخواستی انجام بدی، قسمت سمت راستت میشه 25 و این قسمت هم میشه 17. این دوتا رو از هم کم میکنی و بنابراین اختلافشون برابر با 8 میشه. مهم این قسمت بود که یاد بگیرید چجوری تقسیم بندی رو انجام بدید که اینجا داشت با دوران انجام میشد در حالی که سوال بالا داشت با انتقال انجام میشد. اینم از این سوال. خب بچه‌ها سوال شماره 25 حذف بود. سوالی بود که از ابتدا خود سازمان اعلام کرده بود که ایراد داره، ولی خب میبینید که قاعدتاً داشت یه پازل عددی رو به شما نشون میداد. اما بریم سراغ مثال بعدی. یه سری مثالا هستن که قیافه عجیبی دارن و یا شما فکر میکنید خیلی راه حل طولانی متفاوت عجیب غریبی باید انجام بدید برای اینکه به جواب برسید، ولی واقعا اینطور نیست. بریم این سوالو با هم بخونیم. میگه که اگر هر حرف الفبا را یک بار از ابتدا و یک بار از انتها شماره گذاری کنیم، یعنی چی؟ یعنی الف ب پ ت س غیره، یعنی همون 1 2 3 و یه بار از آخر ی ه واو نون اونجوری 1 2 3 غیره بذاری. خب پس دقت کنید، اگر هر حرف الفبا را یک بار از ابتدا و یک بار از انتها شماره گذاری کنیم به ترتیبی که الف در دنباله اول عدد 1 و در دنباله دوم عدد 32 باشد، همونجوری که بهتون گفتم، را به خود اختصاص دهد و سپس برای هر حرف دنباله سوم را حاصل جمع عدد آن حرف در دنباله اول با دوم قرار بدیم. یه چند تا مثال میزنم براتون که منظورش رو بفهمید، ولی چیز عجیبی نیست این سوال. ببینید ما الان میگیم که دنباله اول یه دونه اینجا مینویسم، یه دونه مینویسم دنباله دوم و یه دونه هم مینویسم دنباله سوم. یه چیز خیلی جالب میخوام براتون نتیجه گیری بکنم. ببین دنباله اول که خب ما میدونیم الف ب پ ت س جیم چ ه خ دال و غیره. دنباله دوم هم به این صورت ی ه واو نون میم لام گ ک و غیره. دنباله سوم میشه حاصل جمع اینا. یعنی چی؟ یعنی گفتش که اینو بیا برابر با 1 قرار بده. درست شد؟ توی دنباله دوم الف شما برابر با چی میشه؟ برابر با 32 میشه که در نهایت شما اینا رو با هم دیگه جمع بکنید توی دنباله سوم الف یه 1 میشه با یه 32. ب شما چی میشه؟ ب شما یه 2 میشه با اون طرف یه چی؟ یه 31. پ شما یه 3 میشه اونور 30 میشه. پس بنابراین الف ب پ ت غیره شما همگی برابر با 33 میشن توی دنباله سوم، یعنی همشون عدد 33 میدن به شما. حالا برای این اساس سوال اومده گفته که جمع عدد حروف کدام کلمه در دنباله سوم از بقیه بیشتره. خب آقا اینا همشون دارن 33 میدن، تو باید ببینی کدوم یکی از این کلمه هاست که تعداد حروف بیشتری داره. همین، یعنی بعضی سوالا در همین حدی که شما میبینید میتونه سرکاری باشه و کلی زمان شما رو بگیره. شما اینجا باید ببینید کدوم یکی از این گزینه ها تعداد حروف بیشتری داره، یعنی تعداد 33 تای بیشتری داره. خب مثلا اینو نگاه کنید، این یک کلمه 3 حرفیه، این یک کلمه 4 حرفیه، اینم یک کلمه 4 حرفیه، ولی یک کلمه 5 حرفیه. خب این 5 تا 33 داره، پس بنابراین جواب میشه گزینه 1. سوال جالبی بود. بریم سراغ مثال بعدی. میگه در اعداد جدول زیر الگویی مشابه وجود دارد، آن الگو را پیدا کنید و بگویید به جای علامت سوال چی قرار میگیره. ببینید خیلی جالبه بچه‌ها. خب پازل عددی همیشه میدونید که هر سوال میتونه قانون خاص خودش رو داشته باشه، اما توی این سوال اومده از قانون تقریب، یعنی خیلی سال گذشته سعی کردن ریاضیات واقعی پایه ششم رو یه جورایی ربطش بدن به هوش و اصلاح تحلیلی تیزهوشان. پس بنابراین اینجا من یه دقت میکنم میبینم میتونم از تقریب استفاده کنم. تقریبی که 21 رو به پایین
حالا قطعش کنم و 20 بنویسم و 17 رو به بالا گردش کنم و 20 بنویسم که میبینی 20 ضرب در 20 میشه 400. دوباره اینو به پایین یعنی بنویسم 40 و اینو به بالا که بنویسم 20 که میشه 800. دوباره ببینید 37 رو بنویسم 40 و 73 رو بنویسم 70 میشه 2800. پس بنابراین 24 رو می‌نویسم 20 و 65 هم می‌نویسم 70 و بنابراین جواب 1400 خواهد بود. خیلی جالب، الگوی جالبی داره از اصطلاحاً قطع کردن و گرد کردن و تقریب ریاضی ششم استفاده میکنه اینجا. اما سوال بعدی سوال خیلی جالبیه و من این سوال خیلی دوست داشتم. بریم ببینیم چی میگه. میگه مهوش با هوش تجاری بالایی که داره، من فقط اینجا یه دونه صفحه سفید باز میکنم که آیتمایی که میخوام بنویسم کاملا تو دید شما باشه. ببینید میگه مهوش با هوش تجاری بالایی که دارد به این نتیجه رسیده که هرچند ساکن کرانه خلیج فارسه ولی از تبریز زیره به کرمان ببرد. او چون به رمزنگاری علاقه‌مند است برای هر یک از حروف الفبایی عدد بین 1 تا 1000 انتخاب کرده. برای هر یک از حروف رمز کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده در دستگاه رمزنگاری او به ترتیب اینها نوشته شده. میدانیم که رمز هر کلمه مجموع رمز حروف آن کلمه است. حالا به شما میگه کدام گزینه میتواند رمز میوه بهشتی باشد. بچه‌ها این سوال عملا میتونم بهتون بگم تو تیزهوشان سال گذشته سوال چالشی بوده. واقعا میشه گفت سوال چالشی بوده. حالا بریم با هم ببینیم که دلیلش رو بهتون توضیح بدم چرا میگم این سوال چالشیه. ببین من اینا رو مینویسم دونه به دونه. اینجا مینویسم مهوش و به ترتیب نوشته دیگه، پس این میشه چند؟ میشه 351. درسته؟ اینجا مینویسم هوش و چون به ترتیب داریم میریم هوش باید برابر با چی باشه؟ برابر با 311 باشه. میریم جلوتر میرسیم به کرانه. کرانه رو مینویسیم و رمزش برابر با چی میشه؟ برابر با 276 میشه. قبل از کرانه هم چیزی نداشتیم. بعدش میشه تبریز. خب خیلی راحت تبریز هم برابر با 619 میشه رمزش و بعدم میشه زیره و آخرش هم میشه کرمان. اینجا زیره میشه 222، زیره میشه 222. یه ذره پایین تر کرمان رو هم بنویسیم. ببینم بله زیره و اینم میشه کرمان. کرمان هم همونجور که دارید میبینید برابر با 311 میشه. یعنی کرمان هم برابره با این 311 هوش، ولی خب ایرادی نداره، مشکلی نداره. ببین ما میخوایم رمز میوه بهشتی رو پیدا کنیم. بهتون میگم چرا دارم ادعا میکنم این سوال جالبیه. ببینید بچه‌ها من میوه بهشتی و حروفش جدا مینویسم. میوه بهشتی. خب این از این کاری که انجام میدم خیلی ساده است. یک سری از حروف رو شما خیلی راحت میتونید به دست بیارید. مثلا شما اگر این دوتا رو از هم کم بکنید، یعنی مهوش رو اگر مهوش رو منهای هوش بکنید، درست شد؟ به شما چی میده؟ به شما میم میده. خب میم برابر با چی میشه؟ میشه 351 منهای 311. درست؟ که به شما 40 میده. خب اینو تا اینجا ما به دست آوردیم، یعنی میم رو به دست آوردیم 40 که خودش خیلی خوبه. به نکات جالبی اینجا به مرور زمان که برید جلو میرسیم. خب دیگه چیا رو میتونیم با هم دیگه در نظر بگیریم؟ من میام کرانه و کرمان رو با هم در نظر میگیرم. چرا بچه ها؟ ببین شما باید بگردین دنبال اون کلماتی که حروف مشترک زیادی دارن. اوناست که میتونه قفل این مسئله رو برای شما باز کنه. خب الان نگاه کنید، من اگر کرمان رو منهای کرانه بکنم چه اتفاقی میفته؟ اینجا می نویسم براتون. کرمان رو ما منهای کرانه میکنیم. درست شد؟ اول ببینیم چه چیزایی باقی میمونه. ببین نونش که با نون این با هم دیگه میره، الفش با الف این با هم میره، رش با ر این میره، کش با که این میره. درسته؟ یعنی یه میم از این طرف باقی میمونه و یه دونه هم از این طرف باقی میمونه که الان بهتون میگم چه اتفاقی میفته. خیلی جالبه.
ببینید بچه های گل من، شما میای الان 311 رو منهای چی میکنید؟ منهای کرانه برابر با 276 هستش، درسته؟ اما یه نکته خیلی جالب اینه که 311 رو که منهای 276 بکنی شما به عدد 35 میرسیم، درست؟ شما به عدد چی میرسیم؟ به عدد 35 میرسیم. اما یه نکته اینجا وجود داره، اونم اینه که ما میم چی رو داشتیم؟ میم کرمان رو داشتیم که برابر با 40 هستش. پس بنابراین قطعاً هی که اینجا به شما میده برابر با 5 که این دوتا از هم کم میشه و میشه 35. یعنی شما از اینجا ه رو به دست میاری که برابر با 5. پس ه خالی هم ما تونستیم به دست بیاریم که خب خیلی خوبه. حالا میریم سراغ آیتم های دیگه، ببینیم چه چیزهای دیگه ای هست که بتونیم اینجا به دست بیاریم. یه مقداری تبریز و زیره هم خیلی داره چشمک میزنه که اینا مثل حروف مشترکی با هم دیگه دارن. بیاد ببینیم به چی میتونیم برسیم. ببین من اگر تبریز رو منهای زیره بکنم، خب ببینیم به چه چیزی میتونیم برسیم. قطعاً که در نگاه اول 619 باید منهای چی بشه؟ منهای 222 بشه، درسته؟ اما یه سری از اینا رو خط میزنیم با هم دیگه. چیا رو؟ این ز با این ز با هم دیگه میرن، این ی با این ی با هم دیگه میرن، این ر هم با این ر با هم دیگه میرن. یعنی یه تب منهای یه دونه ه داره میشه و به شما چی میده؟ خب به دستش میاریم 619 رو منهای 222 میکنیم و به شما 397 میده. یعنی حاصل برابر با 397 شده. خب بچه ها ما ه رو که داریم برابر با 5 به دستش آوردیم، بنابراین تبه چی بوده که منهای 5 شده 397؟ باری که الان 397 رو برابر 5 میکنی و میگی 402 بوده. این دوتا از هم کم شده و 397 به شما داده. خب خیلی جالبه. بچه ها توی این سوال فکر میکنن آقا باید بیان دونه دونه تمام حروف رو باز کنن، در حالی که اینجوری نیست. ببین من الان چقدر تونستم برم جلو و اینا رو بازش بکنم. شما وقتی الان اینا رو بنویسین میمو داری که برابر با چنده؟ برابر با 40، درست؟ بعد عرض کنم خدمتتون که ببین خود کلمه هوش رو داری، میبینید؟ یعنی دنبال این دیگه الکی نگردین که حالا مثلا من مینویسم این واو و ه و شرم من دارم، پس دیگه بیشتر دنبالش نمیگردم. آره این هوش خالی بود که اینجا داریم. بعد شما چیزای دیگه ای که داری چیه؟ یه دونه ه خالی هم داریم که اینجا به دست آوردیم، پس ه خالی هم داریم. دیگه چی؟ ت و برم اینجا به دست آوردیم که ت و ب میشه 402، پس ت و برم اینجا تونستیم به دست بیاریم. بچه شما وقتی همه اینا رو با هم دیگه جمع بکنید تا همینجا به شما تمام این آیتم هایی که دارید میبینید چیا بودن؟ یه میم بود که به شما یه 40 میداد، یه ه خالی بود که به شما 5 میداد، یه هوش بود که به شما 311 میداد و عرض کنم یه ت و ب بود که به شما 402 میداد. اینا رو وقتی با هم دیگه جمع بکنی به 758 میرسی. اما نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که هنوز 2 تا یه مونده که من به اینا بخوام اضافه کنم. پس قطعا جواب بالاتر از 758، یعنی گزینه 1 و گزینه 2 نمیتونه درست باشه. خب خیلی خوب رسیدیم تا اینجا. جواب یا 3 یا 4. اما یه مشکل داریم، چون تکی نمیشه یه رو به دست آورد. خب چیکار کنیم؟ خیلی جالبه. بچه‌ها ما تا همینجا رسیدیم به یک عدد زوج، گفتیم رسیدیم به 758 دیگه. حالا نگاه کن، حتی تو این سوال از قوانین زوج و فرد بودن بخش‌پذیری پایه شیشم اومدن استفاده کردن. بچه‌ها شما یه رو هر چی که بذارید، ببین یه عدد زوجی که تا الان بهش رسیدیم قراره با یه به علاوه یه جمع بشه. اگر هر دوی اینا زوج باشن که بازم در نهایت جواب شما چی میشه؟ باز در نهایت جواب شما باید زوج بشه که میشه گزینه 3. و اگر یه شما یه عدد فرد باشه، خب ما میدونیم فرد به علاوه فرد خودش میشه زوج و دوباره زوج به علاوه زوج باز باید یه عدد زوج بده.
پس در نهایت جواب شما باید یه عدد زوج باشه که فقط گزینه 3 این ویژگی رو داره و گزینه 4 نداره، پس بنابراین 4 نمیتونه درست باشه. اینو بهش میگن یک سوال کاملا استثنایی و درجه 1 که میبینید با هم دیگه بررسیش کردیم. خب بریم سراغ مثال بعدی. امیدوارم این مثال خیلی خوب یاد گرفته باشین. مثال واقعا به نظرم جالب و درجه 1 و خفنی بود. اما مثال شماره 30 رو با هم دیگه بررسی میکنیم. یه پاراگراف سازی رو اومده در قالب هوش منطقی به شما سوال داده. ببینیم چی میگه. میگه در خونه مادر بزرگه آقا حنایی و گلباقالی خانوم 3 جوجه به نامهای نوک سیاه، نوک طلا و نوک حنا دارن. اینا اسماشونه. ببینید میگه به نامهای فلان. خیلی میریم جلوتر. میگه روزی یکی از جوجه ها از پدرش پرسید بابا چرا رنگ نوک های ما یکی سیاه، یکی طلایی و دیگری حناییه؟ ولی اینجا یه نکته مهم داره، میگه اسم ما با رنگ نوکامون فرق داره. پس این هم یه نکته است که یاد گرفتیم. یعنی مثلا نوک طلا نمیتونه رنگ نوکش طلایی باشه. جوجه دیگر که رنگ نوکش حنایی بود گفت بابا منم مثل نوک سیاه همین سوال رو دارم. درست شد؟ از همینجا شما چند تا آیتم میتونید نتیجه گیری کنید. با این داستان کوتاه شما میتوانید رنگ نوک سیاه رو بفهمید. کافیست بگویید ترتیب درست استدلال‌ریزی چیه. ببین من اول خودم یه استدلال میکنم، بعد میرم از تو گزینه ها میگردم و اون چیزی که میخوام پیدا میکنم. چجوری استدلال میکنم؟ خیلی ساده. میگه روزی یکی از جوجه ها از پدرش پرسید بابا چرا رنگ نوکای ما یکی سیاه طلایی و دیگری حنایی ولی اسم ما با رنگ نوکامون فرق داره. جوجه دیگر که رنگ نوکش حنایی بود گفت بابا منم مثل نوک سیاه. ببین پس نوک سیاه خیلی جالبه که شماها بدونید اسمش نوک سیاه دیگه. قطعا رنگ نوکش سیاه که نمیتونه باشه رنگ نوکش، و رنگ نوکش حنایی هم نمیتونه باشه. درسته؟ چون میگه جوجه دیگر که رنگ نوکش حنایی بود گفت منم مثل نوک سیاه. نوک سیاه اسمشه، پس رنگ نوکش نمیتونه سیاه باشه. بعد این نوک سیاه رنگ نوکش نمیتونه حنایی هم باشه. چرا؟ به خاطر اینکه نوک حنایی یه نفر دیگه است. پس قطعا نوک سیاه رنگ نوکش چیه؟ طلاییه. و خب خیلی جالبه. ما الان پیدا کردیم اینو. حالا میخوایم که پیدا کردیم بریم ببینیم تو استدلالا چجوری میتونیم یه استدلال خیلی خوب و منطقی داشته باشیم. اولا که به نظر من همیشه هم گفتم از گزینه‌های کمکی بگیرین. توی پاراگراف سازی میتونه خیلی اتفاق خوبی باشه. ببین ما یه نگاهی میکنیم میبینیم تمام گزینه‌ها با 6 شروع شدن. خب یا اینکه حالا از این ور بخوایم بگیم که با 6 تموم شده، میتونی از این ورم شروع کنی با 5. این میگه 5، این میگه 4، این میگه 5، این میگه 4 شروع شدن. خب بریم ببینیم. 4 میگه با توجه به صحبت جوجه اول یعنی نوک سیاه رنگ نوک او سیاه نیست. خب اینم میخوره به عنوان جمله اول. 5 میگه با توجه به صحبت جوجه دوم نام جوجه اول نوک سیاهه. به نظرم این بیشتر میخوره که جمله اول باشه. درست شد؟ با توجه به صحبت جوجه دوم که اینو صدا میکنه نوک سیاه، اونو بعدش میتونید نتیجه بگیرید. یعنی اول میفهمید که این نوک سیاهه، بعد تازه میتونید نتیجه بگیریم که با توجه به صحبت جوجه اول یعنی نوک سیاه رنگ نوک او سیاه نیست. درست شد؟ خب این میشه آیتم بعدی. حالا آیتم بعدی چی میتونیم نتیجه بگیریم؟ 1 میگه از طرفی رنگ نوک جوجه دوم حناییه. 2 میگه پس رنگ نوک سیاه حنایی یا طلاییه. ببین اول پس اینو نتیجه میگیری که شما میرسی به این که رنگ نوک سیاه سیاه نیست، پس یا حناییه یا طلایی. بعد از اینکه این نتیجه گیری رو کردی اینجا میتونی به این برسی از طرفی رنگ نوک جوجه دوم حناییه. خیلی خوب، پس خیلی خوبه. پس رنگ نوک سیاه نمیتواند حنایی باشد به همین راحتی. و آخریش بنابراین خیلی راحت نوک سیاه رنگ نوکش نه سیاهه و نه حنایی. پس بنابراین همونجوری که نتیجه گرفتیم رنگ نوکش طلاییه که شما اینو توی پاراگراف رو توی گزینه شماره 1 میتونید پیدا کنید. خب بچه‌ها مثالای 31 تا 34 رو دقت بکنید. یه بازی خلاقیتی رو داره نشون میده و واقعا به نظرم سوال خیلی جالب و خلاقیتیه. اما من اگر بودم
توی آزمون تیزهوشان ششم به هفتم این سوال حل نمی‌کردم. چرا؟ چون از این قسمت که خلاقیت خیلی بالایی میخواد 4 تا سوال طراحی کردن، 4 تا سوال کاملا زمان بره، نگه می‌داشتم حداقل آخر سر میومدم سوالا رو حل می‌کردم. بریم ببینیم سوالا رو با هم. میگه با توجه به توضیحات زیر به پرسش‌های 31 تا 34 پاسخ بدیم. خب میگه مینای بازی 2 نفره ساخته و نام آن را 400 گذاشته. در این بازی یک نفر از بین 6 نوع مهره مختلف مخفیانه 4 مهره متفاوت رو انتخاب کرده و در یک صفحه 2 در 2 مشابه شکل روبرو قرار میده. ببین مثلا فرض کن این 6 نوع مهره‌ای که داره راجع به صحبت میکنه 6 تا تاس هستش که مینا انتخاب کرده. الان انتخابی که مینا کرده ایناست: 6 اینجا، 2 اینجا، 5 اینجا و 4 اینجا. حالا ادامه مسئله رو دقت بکنید، خیلی مهمه بچه‌ها. میگه نفر دوم باید این 4 مهره و جای آنها رو مشخص کند. او هر بار حدسی میزند و نفر اول با توجه به شباهت حدس نفر دوم با جواب عددی حداکثر 3 رقمی را به او میگوید. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید بچه‌ها این آیتمی هستش که مینا انتخاب کرده و فقط هم مینا میدونه که 6 رو گذاشته اینجا، 2 اینجا، 5 اینجا و 4 اینجا. حالا یه نفر دومی، یکی از دوستاش اومده 6 رو درست حد زده، یعنی 6 رو گذاشته اینجا، خب ولی بقیه رو اشتباه حد زده. اینا رو مینا با یه عدد 3 رقمی قرار راهنماییش بکنه. خیلی راحت نمیگه درسته 6 رو درست حد زدی، یا 2 رو درست گفتی، یا 5 اینجاست یا 4 اینجاست. خب حالا اون عدد 3 رقمیه چه ویژگی هایی داره؟ ویژگیاش ایناست. بچه‌ها دقت کنید خیلی جالبه. مورد اول میگه رقم صدگان تعداد مهره هایی است که شکل و جای آنها درسته. مثال میزنم ببینید من این یکان، دهگان، صدگانی که میگه رو اینجا مینویسم. یعنی اگر نفر دوم حدسی که داره میزنه یه دونه فقط 6 رو هم عددش و هم جایگاهش رو درست بگه، اون موقع یه دونه عدد 1 به صدگان میده مینا. میگه یکی از حدسایی که زدی عدد و جایگاهش درسته. حالا اگه همه رو درست بگه، یعنی هم 6 رو درست بگه، هم 2 رو، هم 5 رو، هم 4 رو، هم عددش رو، هم جایگاهش رو، اون موقع مینا بهش میده 4 تو صدگان. یعنی همه رو درست حد زدی. درست شد؟ این میشه برای موضوع اول. حالا بریم بعدی رو با هم بررسی بکنیم. میگه رقم دهگان تعداد مهره هاییه که شکلشون درسته ولی در محل مقابل محل درست قرار دارن. یعنی چی؟ خیلی از بچه‌ها پرسیدن آقا این محل مقابل یعنی چی؟ ببین مقابل هم میتونه اینجوری باشه، هم میتونه این مدلی باشه. اما چون ادامه مسئله اومده گفته رقم یکان، اینجا رو ببین، چون ادامه مسئله گفته رقم یکان تعداد مهرهایی است که شکلشون درسته ولی در محل مجاور محل درست قرار دارن، پس ما میفهمیم یه آیتم مقابل داریم، یه آیتم مجاور داریم. بنابراین اینجا بهتون توضیح دادیم که مقابل یعنی این و مجاور یعنی این. درست شد؟ حالا اگه بخوام روی شکل بهتون نشون بدم مثال میزنم بهتون. فرض کنید این دقیقاً چیزیه که مینا انتخاب کرده و چیزی که مثلا دوستش انتخاب کرده باشه این باشه. اینو بگه 6، اینو بگه 5 و مثلا اینو بگه 3 و یا 3 رو بیاره اینجا و اینم بگه 4. درست شد؟ حالا اون موقع چه اتفاقی میفته؟ ببین مینا بررسی میکنه و میبینه که خب عدد 6 که هم خود عدد هم جایگاهش درسته ولی بقیه این اتفاق نیفتاده. پس بنابراین با توجه به این چیزی که انتخاب شده صدگان رو میاد یه دونه 1 میده. درست شد؟ حالا میریم سراغ دهگان. دهگان میشه محل مقابل. خب 6 که هیچی، 6 درسته، مشکلی نداره. 5 رو ببینید در از اینجا بوده اما دوستش حدسی که زده آورده اینجا. یعنی چی؟ یعنی رفته محل مقابل. پس بنابراین یه دونه 1 هم میده اینجا چون مقابل دیگه ای نداریم. و یک اتفاقی هم که افتاده اینه که 4 رو از اینجا برداشته آورده اینجا. ببین 4 اینجا بوده، برداشته آورده اینجا. پس یه دونه 1 هم میده به این قسمت. این میشه اون حدسی که ما دنبالش میگردیم. حالا که داستان رو تونستی بفهمی، اینایی که بهتون گفتم خود مسئله توضیح داده ها. اینجا گفته، من دیگه براتون آماده ترش کردم که بهتر بفهمید. مثلا خود مسئله با این مثال اومده توضیح داده. من رو همین مثالم بهتون بگم که ببینید. میگه این مثالو عدد 112 بهش داده مینا.
بیاید ببینیم چرا به 112 داده. من یکان دهکان صدگان رو می‌نویسم توی این قسمت. خب با توجه به چیزی که ما اینجا داریم می‌بینیم، عدد ثابتی می‌بینید. این 4 این 6 نه، این 2 این 6 نه، این 5 اینم 5. بله ببین 5 ثابته ولی این 2 این 4. پس بنابراین به صدگان میتونیم 1 بدیم که خودش هم داده. حالا میریم سراغ مقابلا. مقابلا رو نگاه کنید. شما تو عدد اصلی اینجا 6 داری، اینجا 6 داری، این مقابل حساب نمیشه. اما نگاه کن اینجا 4 داری، 4 اومده اینجا. ببین کاملا داره یه دونه مقابل رو به شما نشون میده. پس بنابراین یه دونه 1 میدیم به این قسمت. و اما 2 چرا اتفاق افتاده؟ چون احتمالا 2 تا مجاور داره. بریم مجاورها رو ببینیم با هم دیگه. بچه‌ها ببینید تو عدد اصلی 6 اینجا بوده، بعدی اومده اینجا. خب این میشه مجاور دیگه، این میشه اولین مجاور. و مجاور دومی هم که اتفاق افتاده 2 اینجا بوده، الان اومده پایین، این هم باز مجاور حساب میشه. پس بنابراین 2 تا مجاور داره، بهش داده 112. الان دیگه احتمالا خیلی فهمیدین که داستان از چه قراره. حالا بریم این سوالا رو با هم حل بکنیم. 4 تا سوال داره که هر چقدر شما میرید جلوتر سوال سخت‌تر میشه. واسه همین گفتم بهتر بود که این سوال دانش آموز حل نمی‌کرد سر جلسه تیزهوشان. میگه در بازی 400 اگر ترکیب سمت راست رو داشته باشیم، یعنی اینو به عنوان ترکیب اصلیمون داشته باشیم و این قرار حدسیه که زده بشه، در مقابل حدس سمت چپ آن چه پاسخی اعلام خواهد شد؟ خب بریم ببینیم با هم دیگه، بسازیمش. ببین من یکان دهکان صدگان رو می‌نویسم اینجا و یکی یکی با هم بررسیش می‌کنیم. اول بیاید بگردید ببینیم عدد ثابتی داریم یا نه. خب این 6 این 4 نه، این 2 این 1، این 4 این 2 این 5 و اینم 5. یه دونه عدد هست که تو حدسی که زده شده هم خود عدد هم جایگاهش درسته، پس این میره میشینه توی صدگان، یعنی تو صدگان یه دونه 1 بهش میدیم. خیلی حالا بریم ادامه رو با هم دیگه ببینیم. مورد دوم میریم سراغ دهکان. دهکان میشه چی؟ روابطی که به صورت ضربدری جاهاشون رو با هم عوض میکنن. خب ببینید اینجا 6 ولی اینجا 2، هیچ. بعد اینجا 2 ولی این 5، هیچی. داریم چیزی؟ آره. ببین اینجا 4 اینجا اومده 4 رو گذاشته. یعنی چی؟ یعنی تو حدسی که زده نفر دوم عدد 4 رو درست حد زده ولی جاشو اشتباه گذاشته. چون جاشو به صورت مقابل گذاشته پس بنابراین یه دونه 1 به این قسمت میدیم. و در نهایت میریم مجاور بودن رو بررسی میکنیم، ببینیم مجاوری آیا وجود داره یا نه. خب بچه‌ها ببینید توی مجاورها شما خیلی راحت میایید میگید که خب این 1 پایین 1 نیومده. قشنگ با دقت بررسی کنید حالت اصلی رو با مدل حدسی که اینجا داریم میبینیم و متوجه این میشید که آره ببین 2 رو ببین از اینجا اومده پایین، پس بنابراین یه دونه هم برای مجاور وجود داره و 111 جوابی هست که شما برای این سوال باید انتخاب بکنید. خب این میشه گزینه 2 و سوال سختی نبود این عملا. بریم بقیه رو با هم دیگه ببینیم. سوال بعدی که خیلی قشنگه به نظر من، میگه در بازی 400 کدام پاسخ در هیچ حالتی ممکن نیست اعلام بشه؟ خب ببینید بچهای گل من میام یه آیتمی رو به عنوان آیتم اصلیم در نظر میگیرم. اوکی، یه آیتمی رو به عنوان آیتم اصلی در نظر میگیرم. مثلا فرض کنید همین عددو، مهم نیست هر چی میخوای در نظر بگی. من اینجا رو میدم 6، اینو میدم 2، اینو میدم 4 و اینم میدم 5. اینو به عنوان آیتم اصلیم در نظر میگیرم و حالا میخوام برم آیتم حدسم رو بررسی بکنم. خب بیا گزینه ها رو بررسی بکنیم ببینیم رو کدوم گزینه به جواب میرسیم توی آیتم حدس. بچه‌ها گزینه شماره 1 میگه 300. 300 یعنی چی؟ یعنی 3 تا از این عددها هم خودش هم جایگاهش باید درست انتخاب شده باشه که خب ما وقتی نگاه میکنیم میگیم آقا 6 اوکیه، 2 اوکیه، مثلا میتونیم بگیم 4 اوکیه، مثال ها، یعنی اینا رو این 3 تا رو میتونی بگی اوکیه. 5 هم یه چیز دیگه به جاش بذار، مثلا 1 بذار. خب الان نسبت به شکل اصلی ما این حدسی که اینجا زده شده کاملا میتونه عدد 300 رو بگیره. چرا؟ چون 3 تا عدد هم خودش هم جایگاهش درسته، هیچ مقابلی داده نشده، پس مقابل 0 دهگان و هیچ مجاوری هم داده نشده.
بنابراین 300 درسته، ولی میگه کدوم حالت ممکن نیست که اتفاق بیفته. خب بریم سراغ 120. پس اولی رو تونستیم ببینیم درسته، ولی هنوز به گزینه نرسیدیم. باز همچنان اینو به عنوان عدد اصلیمون در نظر میگیریم و حالا 120 رو میخوایم بررسی کنیم. بچه‌ها 120 چی بود؟ صدگانش 1، دهگانش 2 و یکانش 0. درسته؟ خب این یعنی چی؟ یعنی یه دونه عدد هم خودش و هم جایگاهش درسته. مثال فرض کنید من عدد 6 رو قرار میدم. اوکی؟ 2 تا عدد هستن که خود عدد درستن ولی در محل مقابل چیزی که باید قرار گرفتن. خب دقت کنید خیلی جالبه، شما جای هر دوی اینا رو عوض کنید میشه 2 تا حالت. یعنی چی؟ یعنی من اگه 2 رو از اینجا بیارم پایین و 5 رو از اینجا بیارم بالا، این خودش 2 حالت حساب میشه. اگه فقط 2 بیاد پایین به جای 5 یه چیز دیگه بیاد، یه حالت حساب میشه. پس اینی که الان حسابم 2 حالت حساب میشه. اوکیه. و مجاورم میگه نداره، میگه مجاوری در کار نیست. پس به جای 4 یه چیز دیگه بذارید که استفاده نشده، مثلا 1. اینم دقیقاً داره این حدس برای این عدد اصلی میشه 120 کاملا استفاده میشه و این هیچ مشکلی نداره. پس بنابراین ما از 120 هم تونستیم استفاده کنیم، ولی قراره ببینیم از کدوم نمیتونیم استفاده کنیم. مورد بعدی میگه 0.40. 0 یعنی چی؟ یعنی هیچ عددی وجود نداره که هم خودش و هم جایگاهش درست باشه، ولی ممکنه عددی باشه که درست باشه. اوکی؟ ولی جایگاهش درست نیست. اما نگاه کنید اینو به شما داده 4، بذار من اینجا رو بهتون نشون بدم. ببین صدگان رو داده 0، دهگان رو داده 4، یکان رو داده 0. یعنی 4 تا عدد هستن که درستن اما در محل مقابلشون قرار گرفتن. خب معلومه میشه این کار رو انجام داد. 6 رو از این بالا میاری پایین، 4 رو از این پایین میبری بالا، این خودش 2 حالت حساب میشه چون جای هر دو رو عوض کردی. 5 رو از این پایین میبری بالا، 2 رو از اینجا میاری پایین، این میشه 4 و مجاوری هم نداره. پس بنابراین از گزینه شماره 3 هم تونستیم استفاده بکنیم برای اینکه یه شکلی بتونیم بسازیم. فقط از 211 گزینه 4 هستش که شما نمیتونید استفاده بکنید. پس بنابراین جواب این سوال گزینه 4 هستش. خب اما تا اینجا خوب بود. از اینجا به بعد یک کوچولو داستان متفاوت تر میشه. مثال 33 میگه در بازی 400 2 مرتبه حد زده شده و پاسخ به این صورتی که میبینید اعلام شده. حالا 3 تا گزاره داده، میگه چه تعداد از این گزاره هایی که اینجا هستن میتونه درست باشه. ببینید بچه‌های عزیز من، یه نکته اگه میخوام بهتون توضیح بدم، حدس اول اومده میگه 202. خیلی خوب. 0 اولی که توی صدگانه نشون دهنده اینه که هیچ کدوم از عددها در جایگاه درستی استفاده نشدن. ممکنه درست باشن ولی در جایگاه درستی استفاده نشدن. اما 0 دوم خیلی چیزها رو مشخص میکنه. میگه هیچ کدوم از عددها از لحاظ اینکه مقابل هم قرار بگیرن هم درست نیستن. پس یعنی چی؟ من میتونم اینجا یه چیزی نتیجه بگیرم. بچه‌ها اینجا 3 نمیتونه درست باشه تو این ناحیه، 6 هم نمیتونه بیاد اینجا قرار بگیره. اینجا ببین 4 نمیتونه درست باشه، 5 هم نمیتونه بیاد اینجا قرار بگیره. خب پس اگه 3 و 4 و 5 و 6 از بازی حذف بشن، آیا قبول داری برای اینکه این 2، ببین این 2ی که توی یکان گذاشته میگه از لحاظ مجاور میتونه درست باشه. خب این 2ی که توی یکان گذاشته داره نشون میده که عدد 1 و 2 میتونه به بازی اضافه بشه. ببین این درسته. از پاسخ حدس اول نتیجه می شود که از هر دو مهره 1 و 2 حتما استفاده شده. چرا آقا استفاده شده؟ به خاطر که فهمیدیم 3 و 4 و 5 و 6 غلطه، اونم توی مدل هایی که استفاده شده. پس این کاملا داره نشون میده که آقا 1 و 2 میتونه به این بازی چی بشه؟ اضافه بشه. خیلی جالبه. اینو تونستیم نتیجه بگیریم. حالا بریم سراغ چی؟ بریم سراغ حدس دوم. میگه از پاسخ حدس دوم نتیجه می شود که از 2 مهره 5 و 6 دقیقاً یکی استفاده شده. بچه چیزی بهتون بگم، آیا شما از حدس اول متوجه نشدید که ما اینجا 3 و 6 نمیتونیم بذاریم، اینجا هم 4 و 5 نمیتونیم بذاریم؟ پس بنابراین 1 و 2 که اضافه میشه قطعاً باید بیاد بالا و اینجا قرار بگیره. درسته؟ اوکی. خب حالا این داره میگه 300، یعنی 3 تا از اینا درسته.
حالا یا 1 و 2 و 3 درسته، ببین 1 و 2 درسته، تو این جایگاه باید قرار بگیره. حالا یا 1 و 2 و 3 درسته یا 1 و 2 و 4. خب پس بنابراین یکی از این 3 یا 4 غلطه. خب اگه حذفش کنیم پس بنابراین چون یکیش باید حذف بشه دیگه، به خاطر اینکه 3 هست و بقیه هم 0 داده. یعنی چی؟ یعنی میگه هیچی هم مقابل هم نمیتونی بذاری، هیچ چیزی هم مجاور هم نمیتونی استفاده کنی. یعنی یکی از 3 یا 4 باید حذف بشه. خب یکی از 3 یا 4 باید حذف بشه، یعنی چی باید به بازی اضافه بشه؟ یکی از 5 یا 6. چون اینا 1 و 2 و 3 و 4 بودن دیگه، پس یکی از 5 یا 6 باید به بازی اضافه بشه. کاملا درسته. از پاسخ حدس دوم نتیجه می شود از 2 مهره 5 و 6 دقیقاً یکی باید استفاده بشه. از هر دو پاسخ نتیجه می شود یا می توان نتیجه گرفت که از 2 مهره 3 و 4 دقیقاً یکی استفاده شده. بله 100% درسته. همین الان گفتیم آقا وقتی اینو نوشته 300 1 و 2 که قطعاً باید اینجا قرار می گرفت. چرا؟ چون این صفر هم نشون داد جاهاشون هم نباید حتی عوض شه، یعنی قطعاً 1 و 2 باید این بالا باشه. خب پس بنابراین چون 3 بود یا 3 یا 4 یکیشون درسته. پس بنابراین از هر دو پاسخ میتوان نتیجه گرفت که از 2 مهره 3 و 4 دقیقاً یکی استفاده شده. پس بنابراین این 3 تا از گزاره ها درسته و مشکلی نداره. این تا اینجا. اما سوال بعدی که خیلی جالبه، این خیلی میتونه سرنوشت ساز باشه. این سوالی که شما اینجا میبینید میگه در بازی 400 3 مرتبه حدس زده شده و پاسخ اعلام شده. معما را حل کنید و بگویید اگر حدس 4 به شکل زیر باشد پاسخ چه عددیه؟ بچه‌ها خیلی جالبه. حدس اول و دومو که ما قبلا هم داشتیم. پس اگه دانش آموز باهوشی باشی خیلی راحت میتونی از حدس اول و دوم بفهمی که ما توضیح دادیم 1 و 2 حتما باید این بالا قرار بگیره. 3 و 4 ولی همچنان شک داریم که کدومشه که میتونه درست باشه. اما تو حدس بعدی یعنی حدس سوم اینجا به شما گفته 2 0 2. یعنی چی؟ یعنی 1 و 2 رو که آورد پایین دیگه هیچ کدوم از عددها در جایگاه درستی نیستن. اوکی؟ ولی وقتی 1 و 2 بالا بود ببین اینجا رو به شما داده، یعنی میدونیم قطعا 1 و 2 باید بالا باشه. خب الان میگه هیچ کدوم از عددها در جایگاه درستی نیستن. میگه به صورت مقابلی هم نباید عوض بشن. یعنی چی؟ یعنی اینجا 2 بیاد اینجا 1 بیاد هم غلطه. باید اینجا 1 باشه اینجا 2 باشه. درست شد؟ اما میگه 2 تا باید مجاور بشن. خب بچه‌ها یه سوال من ازتون دارم. فقط میگه 2 تا مجاور شن. خب آقا من میدونم اگه قرار باشه فقط 2 تا مجاور بشن یعنی 1 باید بره این بالا، 2 هم باید بره این بالا. خب پس یعنی چی؟ یعنی 3 و 5 از بازی بای بای حذفن. چرا؟ چون اینجا فقط یه 2 میگه باید درست باشه، یعنی این 2 تا باید برن بالا. این 2 هم که ما میدونیم قطعا مال این 2 تاست، مال 1 و 2 که باید بره بالا. پس 3 و 5 از بازی حذفه. خب 3 و 5 اگه از بازی حذف بشه از اینجا هم شما میتونید حذفش کنید. پس بنابراین این 2ی که اینجا راجع بهش صحبت کرده بود در ابتدا 2 تا مجاور، یعنی این باید بیاد به جای این هم باید بیاد به جای این. پس درست شکل شما این میشه 1 و بعدش 2 و بعدش اینجا میاد اینجا 4، این 6 هم که میاد این طرف. حالا نسبت به 1 و 2 و 4 و 6 حدس 4 چه چیزای مشترکی داره؟ بیاد با هم پیدا کنیم. بچه‌ها 1 و 4ش مشترکه. میبینید؟ خب اگه 1 و 4ش مشترک باشه پس بنابراین به صدگانش میتونم 2 بدم. اوکیه، مشکلی نداره. و موضوع بعدی اصلا 3 نباید داشته باشیم که اینجا داریم. این شیشه رو نگاه کنید. این شیشه اینجا قرار گرفته، درسته؟ در حالی که باید اینجا قرار بگیره. خب پس بنابراین درسته. یه 1 هم باید به 10 گان بدین، اینم که باید 0 باشه یکانش. جواب گزینه شماره 4 هستش. همچنان بهتون توصیه میکنم که این سوال بهتر بود که حل نکنید. خیلی سوال نفسگیری بود، مخصوصا اینکه توی خود آزمون تیزهوشان حل کردن همچین سوالی کار آسون نیست واقعا. خب بریم سراغ مثال بعدی. خیلی جالبه. مثال بعدی یه ترکیب خیلی حرفه‌ای به شما داده از شمارش مکعب و نمای اجسام. خب خیلی از بچه‌ها هستن که تو هوش تجسمی جداگونه شمارش مکعب تست میزنن، جداگونه نمای اجسام هم تست میزنن، ولی این ترکیب رو دیگه با هم دیگه ندیده بودن. بریم ببینیم میشه حلش کرد. میگه در تصویر سمت چپ
نمای شکلی سه‌بعدی از 3 جهت نشان داده شده. حالا بچه‌ها ما تو چیز استانداردی که میخونیم همیشه اینجا رو نما از روبرو میگیریم، اینو نما از راست میگیریم، اینو بالا، ولی خب این خواسته اینجوری بگه، اینو گفته نما از چپ، اینو گفته جلو، اینو گفته بالا، فرقی نمیکنه، مشکلی نداره. میگه نمای شکل سه‌بعدی دیگری را از 3 جهت در زیر رسم کردیم. این شکل حد اکثر چند تا مکعب میتونه داشته باشه. خب بچه‌ها شما باید اینو رسم کنید. این نما رو مثل همینی که اینجا میبینید. الان مثلا نگاه کنید، نما از سمت چپ شما به این نگاه میکنید یه حالت المانند میده دیگه، اینها اینجا هم یه حالت المانند داده. خب اوکی. بعد نما از جلو 2 تا از اینا روی همدیگه قرار میگیرن که خب اینم اوکیه. و نما از بالا هم 2 تا از اینا رو کنار هم میبینید. قبلا سر کلاسامون گفتم وقتی مستقیم به چیزی نگاه کنید این فاصله ها رو نمیبینید، یعنی این پله‌ای که ایجاد شده این 2 تا رو کنار هم میبینید. درست شد؟ خب حالا میایم اینو بکشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. من اول میخوام برم سراغ تصویر از جلو. تصویر از جلو یعنی این طرف. بریم بکشیم ببینیم تصویر از جلوه چه شکلی ممکنه که در بیاد. یه مربع و یه مربع اینجا میکشم، یک چنین حالتی رو ادامه میدم، اینو میاریم پایین و اینو به اینجا وصل میکنیم. درست شد؟ خب ببینید بچه‌های عزیز من، کاری که داره انجام میشه میگه که اینم میارم به پایین وصل میکنم. خب 3 تا شما باید اینجا در کنار همدیگه داشته باشین، یعنی 3 تا این پایین این کف باید کنار همدیگه باشن. که خب چجوری من اینو مشخصش میکنم؟ به این صورت. دقت بکنید خیلی ساده و خیلی راحت. اینا من اینجا میکشم که این روبرو قرار بگیره. برای اینکه این 3 تا رو من داشته باشم این خط رو امتداد میدم و یه دونه رو اینجا میکشم. درست شد؟ و یه دونه رو میایم توی این ناحیه رسم میکنیم. اینها ببینید این الان 3 تای این کف پایین رو کشیدم، میبینید یه دونه هم که بالاش قرار گرفته، اینم یه دونه ای که این بالا قرار گرفته. حالا تصویر از بالا رو که نگاه میکنی یه حالت مثبت میبینی. خب این 3 تا رو که همین الان اینجا دارم میبینمش، این یکی هم میبینمش، یه دونه باید از این ور در وهله اول بکشین شما. خب که این یه دونه ای که باید بکشیم رو ما میایم اینجا اضافه میکنیم. اینها این از این شما فرض کنید که اضافه کردیم. و یه دونه دیگه تو تصویر از سمت چپ وقتی نگاه میکنی، ببین توی تصویر از سمت چپ، فقط من اینو یه ذره دقیق تر بکشم چون باید در امتداد همین خط بکشم، به خاطر همین میخوام این شکلی ادامه بدم که بد در نیاد، قشنگ بشه. این میاد اینجا، باز این خطشم در امتداد همین میکشیم. خب اینها که اینو شما بتونید بهتر ببینید. ببین تصویر از سمت چپ رو نگاه کن، این 3 تا که تو کف پایین هستن اینها، درست؟ حالا میگه 2 تا باید بالای این داشته باشی، یکیش که اینه، یه دونه دیگه بالای این باید چیکار بکنید شماها؟ بکشین. که یکی دیگه من اگه بخوام بالای این بکشم یک چنین حالتی رو به من خواهد داد. اینها تقریبا اینم بالای این میکشین و شما زمانی که این تعداد رو میشمارید، ببین این میاد اینجا قرار میگیره. تعداد کل میشه چند تا؟ میشه 7 تا. یعنی این شکل در کل از 7 تا مکعب تشکیل شده حد اکثر. خب بچه‌ها مثال 37 رو دقت بکنین. مثال 37 از سری سوالای هوش منطقی مربوط به مبحث راست و دروغه. سوال آسونی هم هست، نگاه بکنید، فقط کافیه مقدار نظم داشته باشی. میگه 5 عضو یک شرکت کلاهبردار هرمی با القاب پلنگ، قابلمه، سلطان، زنبه و دنبه دستگیر شدند. یکی از این 5 نفر سرشاخه گروه پلیس از آنها خواسته که سرشاخه رو معرفی کنن. حالا همه دارن به هم دیگه تهمت میزنن. پلنگ میگه سرشاخه من نیستم، قابلمه میگه من سرشاخه هستم، سلطان میگه پلنگ و قابلمه هر دو دروغ میگن، زنبه میگه یکی از قابلمه یا دنبه سرشاخه است و دنبه میگه قابلمه سرشاخه است. حالا میگه پلیس فهمید که فقط 2 نفر از این افراد هستند که دارن راست میگن و بقیه دروغ میگن. حالا میگه سرشاخه کیه؟ ببینید بچهای گل من، بهترین کاری که شماها میتونید انجام بدید اینه که جدول بکشین. خب اسما رو نگاه کنید چند نفرن؟ اسما 5 نفرن. 1 2 تا 3 تا 4 تا و 5 تا.
پس بنابراین من 5 تا خط میکشم، این 1، این 2، این 3 و 4 و 5. خب این 5 نفر، حالا اسما رو که اینجا مینویسم، اینم راست و دروغش هست که اینجا مینویسم. خب اسما رو دقت بکنید کیا هستند. یه دونه پلنگه که اینجا مینویسیم و یه دونه قابلمه هستش. بعد عرض کنم خدمتون که سلطان اینجا مینویسیم و زنبه هست و دنبه. خب این تا اینجای داستان. بعد اینکه این قسمت هم راستگو و دروغگو بودنشون رو مشخص میکنیم بچه‌های عزیز من. یه راستگو و یه دونه هم دروغگو. حالا نگاه کن، اگه شما یه نظم خوبی داشته باشین خیلی راحت میتونید این سوال حل بکنید. خب ببینیم چی میگه. ببین میگه 2 نفر فقط دارن راست میگن. حالا من یه کار جالب انجام میدم. قابلمه میگه من سرشاخه هستم، دنبم میگه قابلمه سرشاخه است. چون این دوتا روی رنج اصطلاحاً دارن صحبت میکنن، پس ما آیتم اول رو طوری در نظر میگیریم که فرض کنیم قابلمه و دنبه راست بگن. یعنی اگر قابلمه راستگو باشه دنبه هم راستگو باشه. بریم ببینیم اینو حلش کنیم و متوجه میشیم که آیا تناقضی تو مسئله به وجود میاد یا نه. خب نگاه کنید، ببین الان قابلمه میگه که من سرشاخه هستم و ما راستگو در نظر گرفتیم، یعنی الان قابلمه سرشاخه است. دنبه هم میگه قابلمه سرشاخه است. خب دنبه هم راستگو در نظر گرفتیم. حالا پلنگ میگه من سرشاخه نیستم. خب پلنگم راست داره میگه من سرشاخه نیستم دیگه. چرا؟ چون ما تو راستگو بودن قابلمه به این نتیجه رسیدیم که قابلمه سرشاخه است و اینجا 3 تا راستگو داریم و مسئله تناقض ایجاد میشه. چرا؟ چون خود سوال گفته که میدونیم 2 نفر فقط راستگو هستن. پس اگر این 2 نفر راستگو نباشن احتمالاً هر 2 نفرشون دروغگوان. یعنی هم قابلمه دروغگوه و هم دنبه دروغگوه. خب ببینیم چی میشه. قابلمه میگه من سرشاخه هستم. خب قابلمه داره دروغ میگه، سرشاخه نیست. و دنبه هم میگه قابلمه سرشاخه است. خب دنبه هم داره دروغ میگه. حالا میرسیم به ادامه داستان. پلنگ میگه من سرشاخه نیستم. آقا بیاید فرض کنیم که پلنگ داره راست میگه که میگه من سرشاخه نیستم. در ادامه سلطان میگه پلنگ و قابلمه هر دو دارن چی میگن؟ دارن دروغ میگن. خب این داره دروغ میگه که پلنگ و قابلمه هر دو دارن دروغ میگن دیگه، چون یکی راستگو در نظر گرفتیم یکی رو دروغگو. پس بر این اساس سلطان میشه چی؟ سلطان میشه دروغگو. و در ادامه زنبه میگه یکی از قابلمه یا دنبه سرشاخه است. خب ما یه راستگو دیگه باید داشته باشیم دیگه. راستگو بعدی ما میشه کی؟ میشه زنبه که گفته یکی از قابلمه یا دنبه چیه؟ سرشاخه هستش. خب حالا از اینجا شما میتونید نتیجه بگیرید چون زنبه رو من راستگو در نظر گرفتم میگه یکی از قابلمه یا دنبه سرشاخه است. خب قابلمه رو ما دروغگو در نظر گرفتیم. قابلمه گفته بود من سرشاخه هستم، داره دروغ میگه یعنی سرشاخه نیست. خب پس سرشاخه کیه؟ طبق صحبت زنبه میشه دنبه. بنابراین جواب گزینه شماره 4 به همین راحتی میتونی به جواب برسی. پس این سوال راست و دروغ واقعا سوالای سختی نیستن. شما کافیه یه نمودار بکشین و یه ذره روش کار بکنید، خیلی راحت میتونی به نتیجه برسی. اما بریم سراغ مثال بعدی که سوال جالبی هستش. بچه‌ها مثال 38 رو دقت کنید. میگه 11 شکل جدول روبرو غیر از یکی از الگوی خاص پیروی میکنن. شماره آن شکل ناهماهنگ رو پیدا کنید. خب اولا من به شکل نگاه میکنم، یه سری شماره گذاشته رو بعضی از شکل‌ها. این 1، این 2، این 3، 4، 5 و 6. اینا شماره‌هایی هست که روی سری شکل‌ها گذاشته. ولی تو گزینه‌ها اصلا 5 و 6 رو نداریم. پس بنابراین 5 و 6 اصلا کلا بررسیش نمی‌کنم. بچه‌هایی که کتاب هوش پرو مکس تیز مایند رو تست زده بودن میتونستن توی این سوال عملکرد خوبی داشته باشن، چون نمونهش آورده بودیم توی کتاب پرو مکس. مثل یه مدل ترکیب اشکالی میمونه که همدیگه رو حذف میکنن. بچه‌ها نگاه کنید، من اگر الان بخوام اینا رو با هم دیگه ترکیب کنم، نگاه کن، مثلا این و این با هم ترکیبشون میشه این. اما چه جوری و رو چه حسابی؟ نگاه کن الان بهت میگم. ببین یه دایره رنگی با یه دایره رنگی تو همین اصطلاحاً جهت که شما دارید میبینید معادلش جمع میشه و اینجا یه دایره سفید میده. اما یه دایره سفید با یه دایره رنگی همدیگه رو حذف میکنن. میبینی؟ دوباره یه دایره سفید با یه دایره رنگی تو همین جایگاه همدیگه رو حذف میکنن.
خیلی راحت. درست شد؟ حالا شما بعدی رو باز میتونید در نظر بگیرید، فرقی نمیکنه. الان نگاه کنید، میام سراغ این یکی. ببین یه دایره رنگی با یه دایره رنگی این دوتا جمع بشن اینو میده دیگه، یه دایره سفید میده. درسته؟ اما یه دایره سفید با یه دایره رنگی چیکار میکنن؟ همدیگه رو حذف میکنن. یه دایره رنگی اینجا چیزی نیست، دوباره یه دایره رنگی داده. اما نگاه کن، دوباره یه دایره سفید با یه دایره رنگی همدیگه رو حذف میکنن. یه سفید اینجا چیزی نیست، اینجا اومده یه دونه سفید داده. حالا بیا ببینیم اگر همین آیتم رو ما بررسی بکنیم روی گزینه شماره 4 میتونیم شکل 4 به نتیجه خوبی برسیم. اولا شکل 4 رو ما از کجا میتونیم به دست بیاریم بچه‌ها؟ شکل 4 از ترکیب این با این به دست میاد. خب بیا یه دونه شو با هم دیگه بررسی بکنیم. ببین الان اگه اینو شما با این ترکیب بکنی که چیزی نیست، یه دونه دایره مشکی میده. اوکی، ما قبول میکنیم. درست شد؟ بعد عرض کنم خدمتتون که اینجا چیزی نیست، اینجا سفیده، اینجا آمده سفید داده. خب بعد اتفاقی که افتاده اینجا سفیده، اینجا سفیده، اینجا آمده مشکی داده. درسته؟ فعلا تا اینجا قبول میکنیم، مشکلی نداره. میریم جلوتر. ببین اینجا رو اومده به شما سفید داده، اینجا چیزی نیست و اینجا اومده سفید داده. اوکی، قبول. تا اینجا رو میشه یه جوری قبول کرد. اما جلوتر که میریم ببینیم چه اتفاقی میفته. یه ناحیه میخوام بهتون نشون بدم مثل این. اینجا هیچی نیست، اینجا هم هیچی نیست. چطور ممکنه که اینجا اومده یه دونه دایره مشکی داده؟ اصلا امکان نداره همچین اتفاقی بیفته، چون چیزی در این دوتا وجود نداره. پس بنابراین همین داره نشون میده که گزینه 4 با بقیه این شکلا متفاوته به همین راحتی. خب بریم سراغ مثال 39. یه مثال خیلی جالب بود بچه‌ها. مثال 39 از نسبت اشکال، به نظرم نسبت اشکال پیشرفته‌ای بود با توجه به سالهای گذشته. میگه با توجه به الگوی زیر کدام گزینه صحیح است؟ میگه شکل اول تبدیل شده به شکل دوم. اینجا این شکل کدوم یک از این گزینه ها رو به شما میده؟ خب بچه‌ها دقت بکنید، اتفاقی که داره میفته اینه که من کاملا دارم میبینم که این قسمت شکسته شده همین شکله، اما با یه سری دوران هایی که این وسط اتفاق افتاده. حالا چجوری ما میتونیم بهش برسیم؟ ببین من اگر اینو دقیقاً به همین شکلی که دارم بهتون نشون میدم تقسیم بندی بکنم، یه اتفاق جالب میفته. عین این قسمتی که دارید میبینید با رنگ قرمز نشون میدم بدون هیچ گونه دوران و تغییری اومده اینجا. اما بچه‌ها این یکی رو نگاه کنید، این شکلی که با رنگ سبز نشون میدم 135 درجه پاد ساعتگرد میچرخه و میاد اینجا میشینه. درسته؟ دوباره بعدی رو نگاه کن، این قسمتی که با رنگ قرمز دارم بهت نشون میدم عین خودش اومده اینجا قرار گرفته و این یکی که با رنگ سبز دارم بهتون نشون میدم اینم 135 درجه پاد ساعتگرد چرخیده و اومده کجا؟ اومده اینجا قرار گرفته به همین راحتی. خب الان فهمیدیم قضیه چی شد. حالا عین همین کارو شما باید بیاید اینجا اجرا بکنید. چیز سختی نیست و مورد پیچیده‌ای نداره. نگاه کنید، این از این و اینم از این. خب ببین بخش اول گفتیم دقیقاً خودش باید بیاد. این قسمتی که من با رنگ قرمز بهتون نشون دادم هم دارم تو گزینه 1 میبینم و هم دارم تو گزینه 4 میبینم. خب اوکی، میریم سراغ بخش بعدی. اینی که با رنگ سبز دارم بهتون نشون میدم باید 135 درجه پاد ساعتگرد بچرخه و دقیقاً همینو به شما میده. باز هم گزینه 1 داره هم گزینه 4. خب شما میره سراغ قسمت بعدی مثل همین. دوباره میگه این قسمتی که با رنگ قرمز دارم نشون میدم عینش شما هم تو گزینه 1 دارید میبینید و هم توی گزینه 4 دارید میبینید. اوکی؟ و این قسمتی که با رنگ سبز بهتون نشون میدم اینم اگر 135 درجه پاد ساعتگرد بچرخه یه چیزی مثل گزینه 1 نمیشه، دقیقاً یه چیزی مثل گزینه 4 میشه. پس بنابراین جواب گزینه 4 هست. ولی سوال جالبی بود واقعا. خب بریم سراغ مثال بعدی. شباهت اشکال جزء موارد خیلی مهمیه که معمولا توی آزمون‌ها استفاده میشه. توی سال گذشته هم 4-5 تا سوال ازش اومده بود. سوال 40 میگه بیشترین شباهت با شکل روبرو را کدام گزینه دارد؟ بچه‌ها بیاید این شکل رو راسته تحلیل کنیم. ببین این شکل از 4 تا مثلث کوچیک تشکیل شده که 2 تاش رنگیه و 2 تا مثلث بزرگ.
خب من اگه اینو تقسیم بندی بکنم درسته 4 تا مثلث کوچیک داره ولی 2 تا مثلث بزرگ نداره. خب اینم نداره، اینم نداره، ولی این شکل رو نگاه کنید. این شکل اگر این خط رو ادامه بدی 4 تا مثلث کوچیک داره که 2 تاش رنگ شده و 2 تا مثلث بزرگ داره. پس بنابراین جواب گزینه شماره 4 هستش.